حجامه را برادرای عزیز میدونید شما که یعنی خون گرفتن. از سرامون میگیریم، از پیشانی هامون میگیریم، از رخسارها میگیریم، ببینید از پشتا، از پای هامون میگیریم. یعنی چندین موضع های هست که یعنی از همونجا حجامه میکنن. من یعنی تمام دور کننده همه دردهای شما این حجامه است گفته است. حجامه کنید گفته است. برای این نفرهایی که حجامه میکنن برادر عزیز شما ببینید که خیلی آدمای مقصد بگیم گفتی تاجیکای ما خسکی نباشن، یعنی آدمای تجربه دار باشن، آدمایی بگیم که با این مسئله ها را خوب میدانستگی باشن. بسیار برادرها همینجاش از خون روز میشود، برای گردن سر درد اهمی حساب میشود، اهمجا میکشه. ما اجاره گرفتیم که مقصد در سرم یوردم کنه. مثلا در باب حجاره و شما میخوانم برادر عزیز، یعنی این کتابی الترغیب و الترهیب من الحدیث شریف از جناب حافظ انا گویم از حضرت امام منذری، این کتاب الترغیب و الترهیب شد. بسیار خدا رحمتش کنه، محنت‌های زیاد کرد، بسیار هر یک مسئله را، هر یک موضوع ها را با حدیث ها و با آیت ها مقصد آورده رسانده است. اینجا میخوانیم حدیث از عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کان فی شیء مما تداویتم به خیر فالحجامه رواه ابو داود و ابن ماجه. ابو داود در کتاب تیبش و ابن ماجه هم در کتاب تیبش آورده است. یعنی از جناب ابو داود و ابن ماجه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته است که اگر گفته است شما خواهید که سلامتی تان برقرار کنین، اگر شما خواهید که همون دردهایی که شما را ناراحت کرده دور کنین، از حجامه در دیگه بهترین طبابت گفته است وجود نداره. خونه باید ای کجا بگیری، برای کدام درد، و هر یک درد به خودش با نقطه های خود چه دارد. و همین درد احتیاط کنین. خیلی کمی پیش یک طبیب دکتر میرین، شما بینید که پیش هر دکتر نمیرین کو. چقدر تجربهش زیاده، علمش زیاده، فهمیش زیاده، همون دام مراجعت میکنید. همین حجامه هم همین خیلی یک زمانی همین حقیقتا همین سردرد بسیار حال منبت کردگی بود، تا جایی میشید که همین زمستان ها دا برف هم میگرفتیم در بالای سرمون میموندیم. الحمدلله رب العالمین ای زمانی که همین حجامه را خب بگیم متخصصاش پیدا شدن و خواندیم در حدیث ها، نزدشون رفتیم حجامه کردیم، شکر خدای مهربان که از همون دردها دور موندیم. یا پایه هایی که درد میکند همون موضع را نشان میتی، همون مردک از همون جا حجامه میکند، همون دردها تون دور میشه. برادرها این حجامه اولش مقصد خوبش، خاصیت خوبش که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر کس مقصد هر کس برای وضو هم نصیبش نمیکنه. یکی انشالله دو در ماه رمضان
انشالله هم سنت وجه ورسه انشالله هم که هجومه کدسه ای واسپالینی رساتی جگر شیر دل همش توزه میشه انشالله. یه در حدیث اومده که هر کسی که هجومه میکنه و کسل دولین قند رگ کسلی که هر کسلی که گونگون هستن گرفتار نمیشه. برای برادرها کسی که مثلا پشت در میکنن میونش در میکنن یا که دولین دور سرش درد میکنه یا روش مثلا هرچی خلق و حرکت میره به هجومه کنه. هجومه خوبه همه خوبترش همین هجومه. یک کسی که گریجان داره گریجان فایده مالشینه کسی هم هجومه خیلی گریجان. حدیث پیامبر را فهمیدیم که بهترین طبابت این حجامت است گفتن. دیگر حدیث باز از زمین حضرت امام ابو هریره اخبرنی ابو القاسم ان جبرائیل اخبره ان الحجم انفع ما تداوى به الناس رواه الحاکم. جناب امام حاکم این حدیث آورده است، گفته است که پیامبر نازنین جبرائیل خبر داد که با امتات بگو که یعنی حجامه این چی است؟ از همه در نفعش از همه در فایده زیاد برای سلامتی امتت انمی حجامه داره. ولی در یک دیگر خوانده بودم که در شب معراج در وقتی که پیامبرمون به دعوت الهی رفته بود ملائکه ها که از بس که پیامبر نازنینمون دوست می داشتن اونها مقصد یک بگیم هدیه برای پیامبر چی گفتن؟ گفتن که امت بگو که حجامه کنن، یعنی برای برقراری سلامتیشون حجامه کنن. حجامه دور کننده همه مقصد بیماری ها هست. اطراف حجامه معلومات نداریم یا اینکه این چیزی نوای. این اصلا در دولت های پاکستان و در دولت های مثال ایران و در افغانستان و در عربستان اینها در از پیش گویم که اینا آگاهی داشتن. این مردم به همین چیز که سر کار داشت این در تاجیکستان ما چیزی نوای و بسیاری مردم می ترسن. ولی دانیم برادرای عزیز که این به موافق حدیثایی که من خواندم بسیار برای سلامتیتون خوبه، بسیار برای سلامتیتون نغزه. بعد دایی خراجات هم کمترکه، اون مبلغ زیاد هم در اینجا صرف نمیشه. در حجامه برادرای عزیز پیامبر میگه هم شفا هست هم برکت است. دیگر و تزید فی العقل و فی الحفظ، گفت همین حجامه هم عقل زیاد میکنه هم حفظ آدم. حفظ مقصد چقدر آدم سرذهن میشود اگر به شرطی که حجامه کنه. همچنان نور چشمش میگه روشن میشود. هم فایده حجامه رو فهمیدیم هم روزهای حجامه رو فهمیدیم. انشاءالله من برای شما اینا در این بابم معلومات دادم.